درآمد هلند از صادرات کشاورزیش حدود 120 میلیارد یورو بود. کل بودجه‌ای که ما الان بستیم برای سال آینده ایران 98 میلیارد دلار. میزان ریزش‌های آسمانی استان گیلان 4 برابر نیازهای مردمشه. اما همین الان تو رودبار آب جیره‌بندیه. به شدت بحران کمبود آب برای کشاورزی در گیلان داریم، جایی که 2000 میلیمتر بارندگی داره به اندازه هلندی که وسعتش از نوار شمالی کشور ما 2/3 کوچکتره و دومین صادرکننده بزرگ کشاورزی در جهانه. همین امسال 2024 درآمد هلند از صادرات کشاورزیش حدود 120 میلیارد یورو بود. کل بودجه‌ای که ما الان بستیم برای سال آینده ایران، کشوری که 165 میلیون هکتار وسعت داره، 10 برابر بزرگتر از کشور هلند، با دلار 65000 تومان محاسبه کردن شده 98 میلیارد دلار که با دلاری که الان هست این چیز حدود 80 میلیارد دلاره. و هلند اون کشور کوچیک تقریباً 2/3 بیشتر از کل بودجه یک سال مملکت فقط از صادرات کشاورزی در میاره.